5 تا نکته مهم کرلی هیتلس که آخریش از همه مهمتره. نکته اول، جلوی موهات باید فرق وسط باشه ولی پشت موهات رو به صورت زیگزاگی و نامنظم جدا کنی. نکته دوم، برای داشتن کرلی با دوام و بهتر باید از موس مو استفاده کنی و به همه موهات بزنی. نکته سوم، نباید شیب پیچیدن موهات رو به زمین باشه. حتما باید رو به بالا و به سمت پشت سرت باشه. هر دسته‌ای که داری میپیچی رو باید تا آخر ادامه بدی تا برسی به دم مو. نکته سوم، برای اضافه کردن موی جدید از پشت سر نباید از زیر موهات اضافه کنی. باید از بالا و نزدیک فرق سرت بهش مو اضافه کنی. اینطوری روی موهات هم فر خوشگلی میگیره. نکته چهارم، قسمتایی که میپیچی باید به هم فشرده و چسبیده باشن. اصلا نباید فاصله ای از هم داشته باشن. حالا با یک کلیپس باید نگهش داری که این سفتیشو از دست نده. برای قسمت بعدی هم باید مو به مو همون نکته ها رو رعایت کنیم. واسه اینکه تو این چند ساعتی که قراره بمونه شلوول نشه، باید رولر رو بپیچونی که نزدیک بشه و بچسبه به گوشه و با یکیش پشت سرت ببندی. مهمترین نکته، نباید موهات خیس باشه. موهات باید کاملا خشک شده باشه چون که موی خیس خیلی آسیب پذیره.